سلام و عرض ادب. برگشتم به خاطرات کودکی و سال اول دبستانم. اینجا تو این مدرسه بودم، کلاس اول ابتدایی، سال 1363. کلاس چهارمم تو همین کلاس بودم. دقیقا من یادم میاد که کلاس چهارم من تو این کلاس بودم که الان دیگه به لطف آموزش و پرورش اینجوری دیگه مخروبه شده. تو این مدرسه من خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم. الان هرچی هم دارم از این کلاس رو دارم. معلم سال اول ابتدایی هم آقای اسفعبودی بودن، خدا حفظشون کنه، آقای زاکری، و همین دو تا معلم یادم میاد که من دانش آموزشون بودم. و دیگه خودتون تصویر دیدید، نیاز به هیچ توضیحی نیست که وضعیت مدرسه ما به چه صورتیه و به چه وضعی افتاده و نمیدونم چی بگم دیگه. تصویر گویا هست و انقدرم سوشال مدیا هست و انقدرم که انتقاد شده، دیگه نیازی نیست که من به این قضیه انتقاد بکنم. فقط اومدم اینجا خاطره بازی بکنم و نه قصد انتقاد دارم و نه هیچ. همتون رو دوست دارم. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.